سلام و تبریک. امشب بنده موشکاف با یه سبد دست مریزاد و تبریک و درود به سراغتون اومدم. دم زندانیای کرد هموطنم تو زندان ارومیه گرم که دست جمعی یه مشت جانانه گذاشتن تو فک علی گدا و شیخ فری. بله، شیر هموطنای من 33 روز تمام وایستادن و آخوندا رو به زانو در آوردن. جمال همتون گلبارون که نفس علی گدا رو بند آوردید. آخوندای فلک زده فکر کردن با تهدید و هارت و پورت میتونن کارشونو پیش ببرن. فکر کردن این تو بمیری از اون تو بمیری هست. اما این بار قضیه فرق میکرد. زندانیای ارومیه وایستادن و دنیا رو سر آخونده آوار کردن. ماشاءالله، یه روز صداشون از ترکیه بلند شد، یه روز از کردستان عراق. اینجا بود که علی گدا و شیخ فری عاجز شدن و واپس تمرگیدن. بله همینه آقا. بنده موشکاف این موها رو تو آسیاب سفید نکردم. 35 ساله که تجربه دارم. اگه جلوی این آخوندهای بی چشم رو وایسی و جا نزنی، اون وقت میبینی که چطور فستشون در میاد و بادشون خالی میشه. یه بار دیگه درود، یه بار دیگه دمتون گرم. حقا که یک شکاف دیگه به کلکسیون شکافای آخونده اضافه کردی. موشکاف هم همینو میخواد. آره جان من، آره.